ما خودمون میرفتیم خدمت با، نه اینکه او خیلی کوفته میگردن استفاده نمیکردن، پویسکر میدادن ما میرفتیم خدمت میکردیم. بعضی جوان هستن که از خدمت میگریزن. خدمت داکا میروند، شاتا میخرن، بیسو نه دمبلو اکا دمبلو میزنشون برای میگریزه. این گپو بین خلق دست اکا همه جا دست. این گپی حقیقتی را باجو که نمیشود. پیش وقت میگفتن که میزنن، در خدمت حربی میگفتن بچه ها را میزنن، بیرحمانه میزنن، بعد خوراکی نغز نمیتین، جای خوابی نغز ندارن. من خیلی میگفتن، ما با همین خاطر مثلا من خیلی فکر میکردم، خیلی پیش رفتن گریه کردم که نه بچه جا نرم. میخواستم که پول داده برورم که بعد بچه‌م گفت نه، چه وقتی که من اومدم من دیگه هیچ جا نمیگردم، راست خودی بهوده نکنین. بچه جان من میرم ان شاء الله نقص و سلامت خدمت مادر وطن اجرا میکنم، بعد میام میخونم. خب میگرفتم برای اون که سیویلیزاسیون نبود، پدر مادر نمیفهموندن، خودشون خدمت کردگی پدر رو بچه‌هاشون رو نمیفهموندن. چیم اینجا 2 سال خدمت کرده، شتا خوردن، عذاب کشیدن، فکر میکنن لوچ میرم راستی مهاجر میشن کار میکنیم یا مسئله خونه را میبینیم یا مسئله زندگی ما میبینیم یا سونجا میکنیم زن میگیرم. نه خیلی فکرشون هم خیلی بسیاری اکثریتشون. اگه خدمت کرده بود کردگی باشد، این уже مسئولیت خودش با فکرم حس میکنه زندگی ده.